چیزی که میدونم اینه که من دکتر که نیستم که بخوام راجع به این مسئله نظر بدم حتی، ولی چیزی که میدونم اینه که اضطراب و استرس ما به سیستم ایمنی صدمه میزنه و سیستم ایمنی هم باعث خیلی چیزا میشه، یکیش همین شاید این بیماری. و به جای اینکه افسرده بشی، اولا که اگر حالا یا درمانی هست یا درمانی نیست، شما باید بری دنبال درمان، ببینی درمانش چیه. بعدم شب عروسی حالا مثلا 4 تا لک سفید این همه کرم پودر رو گذاشتن واسه چی، بعدش میری درمان میکنی خوب میشی. اما چیزی که مهمه اینه که در این لحظات پر استرس بیشتری به خودت وارد نکن. ازدواج خیلی کار پر استرسیه، حتی برای اونایی که می جنگن براش. شب کبی که قرار فرداش ازدواج کنن همه از ترس تا صبح خوابشون نمیبره، حقم دارن.